بچه چطور؟ خیلی خوش اومدی به این ویدیو. تو این ویدیو قصد داریم بریم سراغ ریاکت به شوهای مکس مینی. پس تا انتهای این ویدیو با من باش. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم تو دل این ویدیو. لیتس گو. حالا میخوام این راجب این ایرونی بوق معرفت همبرگ صحبت کنم. نشستم تو تاکسی، راننده تاکسی ایرانی بود. تا اومدم بیرون گفت به آقای مکس سلام. گفتم سلام، مخلصم. ما چمدان گوشیمون نشستیم و خیلی آدم گلی بود. خیلی باهاش حال کردم. دلیلش هم به شما میگم. این راننده اینقدر آدم مثبتی بود، من تا حالا راننده تاکسی ایرانی ندیده بودم به این مثبتی. من یک تاکسی سوار شدم تو شهر استکهلم، هر تاکسی سوار میشم مثلا میخوام یه صحبتی بکنم با این تاکسی که ایرانیه، یک حرفی بزنیم دیگه، مثلا چه خبر استکهلم، چقدر شهر قشنگیه. نه خیر قربان، خیلی هم قشنگ نیست. جدا؟ خب بله، چی بگم؟ بله بیریخته، راست میگی. هیچ جا ایران نمیشه آقا. گفتم بله خب ایران جای خودش، ولی اون شهر شمال ایران که ما زندگی میکردیم درخت‌های فلان داشت، هر روز پرتقال میفته دهن ما. یه کاری میکنم دلش میسوزه. بعد مثلا منم میخوام یه کاری کنم، شما جای من بودی چیکار می‌کردی؟ یه چیزی می‌خواد بگی خوب بگی دیگه، یه جوری عوض شه حرف دیگه. گفتم خب بالاخره شما اینجا هستین برای خانواده، برای بچه‌ها خوبه. آقا بچه‌ها یعنی چی؟ این بچه‌ها تو این کشور بزرگ شدن، اصلا دیگه ما رو یادشون رفته، اصلا با ما حرف نمیزنن. اینا اصلا شدن سوئدی، ما فقط کار بکنیم پول بدیم به اینا. گفتم بله چه افتضاحی. خب حالا انشالله به هر صورت شما چقدر آدم کاری خوبی هستی، کار میکنی، انشالله پر برکت باشه. گفت آقا برکت نداره این کار. من جدی دارم میگم میگم یعنی چی برکت؟ انشالله بیشتر پول در بیاری شما. آقای مکس شما نمیدونی ما تو این کشور هرچی در میاریم حدود 95% رو میدیم به مالیات. 95%؟ گفتم چرا؟ گفت والا میبینن ما ایرانیم، اینا نجات پرستن، 2 برابر میکنن تو پاچه ما. باور کن من حالا هی دارم غمگین‌تر و غمگین‌تر میشم. بعد دیگه گفتم آقا ایشالا به خیر بگذره و حداقل روز خوبی داشته باشی. گفت نه آقای مکس، چه روزی؟ از صبح که پا شدم لوله خونه ترکید. من وقتی بیدار شدم قطره آب به چونه من خورد. من اینجا بیدار شدم، نگاه کردم دیدم لوله ترکیده، تمام لوله های خونه ترکیده. شروع کردم با ملافه ها لوله ها رو بستن. یعنی چی؟ گفت خونم آب برد. آقا رسیدیم هتل، من گریه میکردم، اون گریه میکرد. عجیب غریب شد دیگه. من فقط آخرش به جای خداحافظی گفتم ایشالا خدا زودتر بکشه دیگه راحت چی بریم. ممنون که ویدیوهای من رو تماشا میکنید. برای کارهای کمدی جدیدم لطفاً دکمه سابسکرایب رو بفشارید. ما یه ویدیوی دیگه هم میبینیم و یه کات میزنم دوباره اون ویدیو رو میبینیم. لیتس گو. کلید یعنی تو تمام برنامه اونجا نشستی فقط فکرت به این کلیده؟ تو اصفهانی؟ فقط یه اصفهانی میتونه اینقدر فضول باشه که تمامش رو بگه این کلید چیه؟ در کوشا رو وا میکنه، تو اونجا که در رو وا میکنه چیه؟ یه کلید رو به گردنش انداخته است. خب محبوبه که معلومه که محبوبه، این کلید قلب منه. دوستان چی کار کنم آخه امشب؟ ولی کلید زنگ زده. راحت شدی؟ خیلی تو خوشی بی تو پاپیون و اینا زدی، برای شوی من زدی؟ جدی با این همه قیافه و فلان برای شوی من اومدی؟ پاپیون؟
یعنی دیگه تو واقعا از کون ویلک سهله. Oh my god. Thank you. پاپیون شوی کمدی به کلید من گیره تو عتیقه خودت. پاشو مردم ببینن چقدر خوشتیپی. خدا بگی نیا کن. من کامیدیانم، سایکولوژیست نیستم، ولی میدونم این تیپ زده بود میخواست فقط امشب همه اینو ببینن. اسم چی رو داشت؟ علی جان خبره که خوش اومدی. مرسی. خانومی که بغلش میشناسیشون یا خانم هستن؟ ماشاءالله این همیشه اینطوری تیپ میزنه میاد بیرون. خب بچه خوشی بیاسی. وقت چیکار میکنین تو این شهر؟ همه کار. چی کار؟ رستوران داری. پس چه میگه همه کار؟ تو رستوران معامله خرید و فروش، واردات صادرات، فروش فرش، تابلو، لوسترامون هم میفروشیم تو مغازه بعضی وقتا. مشتری نشسته میگه آقا لوسترا چند؟ اونم میذاریم تو حساب. همه چی. خب بگی رستوران چه اشکال داره؟ تبلیغ رستورانت میشه. از جواب چی؟ این بابا این گردن بند نو کردم خوشم اومد. شونم نه تو خودت گیری بخون. من ببینین این خدا شاده. اسم شما چیه خانم؟ شادی. ببین این چه زن چه صبری داره. خداش اگه یک آقایی بیاد توی شوی کمدی به کمدین گیر بده 6 بار سوال پیچش کنه که گردن بندش از کجا آمده برش چیه، ببین این خانم بدبخت میره سر کوچه میاد خونه این چیکار میکنه. واقعا شادی جان خدا صبر ایوب بهت بده. یه عقلی هم به علی جان. این رستوران شما تو شهر دوسلدورف ما امروز یه رستوران رفتیم. خدا شاهده دفعه قبلم خیلی حال کردم. کوچینی آخر باحال این کوچینی. فرانچسکو tonight me and you cucini restaurant spaghetti meatball هستی؟ بگو هستم هر کی دیگه هم دوست داشت. ما امشب بعدشون میریم کوچینی. کوچیکتون هم هستم تشریف بیارین. من میدونم که علی هم رستوران داره ولی دوره. امشب همه کوچینی هستیم. فردا شب تو کل اگه نزدیک کل نمیم رستوران شما باور کن میام تبلیغ برات میکنم. why not we support ایران. ما همه رو ساپورت میکنیم. رستوران چیه؟ تو دروغ گفتی فکر کن. تو دو رستوران داری. من تو عمرم این امکان نداره رستوران داره. آقای اکبری شما که اینقدر با تجربه ای امکان داره این رستوران داشته باشه؟ میگم چی کاره؟ میگه همه کار. بعد 3 ثانیه مغزش فکر کرد. گفتم خب چی کار؟ گفت رستوران. بعد میگم رستوران گفت بعد من گفتم کوچینی ایتالیان. این ایتالیان. He's lying. علی the liar. علی دروغگو. علی خالی من. آخر خالی بندی. رستوران ایتالیایی علی خالی من. این کلید خالی بنده رو با میکنه. امشب هر کی دلش واقعا ته دل شاد شد، شادی دلش شاد شد. شادی امشب اسمش به واقعیت پرورد. یعنی ایشونو برای اولین بار لبخند زد. ممنون که ویدیوهای من رو تماشا میکنید. برای استوب بکنم. خیلی خوشحالم که ویدیوی منو تا اینجا دنبال کردید. اگر دوست داشتید
لایک کامنت سابسکرایب و از اون زنگوله بغل سابسکرایب یادتون نره. عشق منید. تا ویدیو بعدی فعلا.